نیفتم بچه‌ها امروز اومدم شاید شیرودی اون دایو 10 متریه هست ببینم چیزشو دارم بپرم یا نه. اگر گذاشتن بپرم یعنی براتون فیلمشو میگیرم، اگر نه و من الله توفیق. اجازه داد بری؟ به من اجازه داد بیام استخر. اجازه مرسی که اجازه میدین دوست پسراتون با ما بیان استخر. همه پسریم بگو. همه سیبیل هستیم ما. با یه مایو. خب دیگه کم کم میریم که ببینیم میتونیم بپریم یا نه. انشالله که بتونم بپرم. خیلی اون بالا ترسناکه. بذارید بریم بالا با هم. هلا رو ببین 180 سال این استخر تعمیرات نکردن. خیلی دارید میریم. اگه اولیه بپریم میگم. این که فاصله اینی برو که بزن که خوب میزنی. برو اینجا کفترها رو ناکن بزنی چمن داره دو چی میخوره اینجا چمن نخورید یا اول فاز من زیادیم بالا ارتفاع رو اینم نیست. بریم بالاتر بابا. استوری من تموم شد زود برو زورم ببینم. خیلی داریم میریم بالا دیگه باور کن نمیشه دیگه. واه اینجا رو ببین. اینم نه بریم این. خب بچه‌ها این دیگه آخرشه. دستم داره میلرزه الان گوشیم از دستم میفته. اینو من بخوام برم پایین که سکته رو زدم یا ابوالفضل. نیاید اینجا خیلی باله. کل تهران معلومه. بابا خیلی چیز میخواد اینجا پریدن. وای تو راه آدم سکته میکنه. ایمان اصلا این جوری من نمیتونم این بپرم. نمیپرم من غلط کنم بپرم. برمیگردم با این همون یکی چون خیلی واقعا یه خورده بهش فکر کنم. نه نمیشه. باید گوشیمو بندازم پایین. درتو دیگه ببینید ارتفاع رو ببینید. خیلی ها ارتفاع رو. این استخ به این گندگی شده اونقدر. داداش اینجا که اصلا ریدم. مهندس خود اینا واقعا آدم میترسه. من نمیپرم. آره خیلی زرنگی ها داداش. رفتی بالا فیلمو گرفتی. نه گفتم میخواد میکسش کن. چرا زیاد از بالا. برو تایمش تموم شد برو. برو نوید راحته. خیلی سوق دادن پارکرمه. سر همین نمیرم پارکرمه. چه حالی داره بزن یه بار دیگه بپرم. نمیپرم ولی خب چرا میپرم ببینم. خیلی زیاده. امیر حسین اینقدر سرسری نگاه نکن اینجا سخته داداش. دلوشن تو راه 3 تا سکته دیگه نیفتم.